مردی نزد حضرت امیر علیه السلام آمد، گفت گناه بسیار کردم، صحیفه اعمال خود را سیاه کردم، دعا فرما تا خدا مرا بیامرزد. حضرت فرمود برو استغفار کن. این یک. دومی اومد، دوم چی گفت؟ گفت من فقیرم، وضع مالیم خوب نیست، از بی چیزی بی طاقت شدم، خیلی وضعم بده. اون اومد گفت آقا دعا کنیم. حضرت فرمود برو استغفار کن. بله. سیومی اومد گفت زراعت من آب نداره، خشکه، دعا کنید خدا بارون بفرسته. حضرت فرمود برو استغفار کن. این سه تا. چهارمی آمد گفت مال بسیار دارم، اولاد ندارم، ثروت خیلی دارم اما اولادم نمیشه، چیکار کنم؟ دعا کن اولاددار شم. فرمود برو استغفار کن. پنجمی اومد گفت باغ و بستان من کم میوه میده، باغ دارم اما میوه نداره، کم میوه میده، دعا کن خدا به باغ من برکت بده. حضرت فرمود برو استغفار کن. ابن عباس میگه من در خدمت حضرت بودم، گفتم یا امیرالمومنین سوالات مختلفه نمودن، یک جواب فرمودی همه رو گفتی استغفار. حضرت فرمود آیا نشنیدی که خدا در قرآن فرموده استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین؟ از رو همین آیه گرفته حضرت. میگه نشنیدی این آیه رو که حضرت نوح به مردم میگه استغفار کنین، استغفار بکنید خدا شما رو میامرزه، بارون بهتون میده، اولاد میده، باغتون پر میوه میشه، نهرهای آب جاری میشه. از این آیه ما گرفتیم. امیرالمومنین فرمودن من از این آیه اینا رو بگی گفتم. یعنی هر گرفتاری داریم با استغفار. لذا یه حدیث داری کسی که زیاد استغفار کنه 4 چیز گیرش میاد. این حدیث هم حفظ کنیم. جعل الله من کل هم و غم فرج. غم و غصه، من گاهی غم و غصه هم میشه بی خودی، چون روایت داره یه شیعه در شرق عالم گرفتار میشه، ما در غرب عالم، در افغانستان یه شیعه، در پاکستان پیروز عده کشتن، ما ناراحتیم، غم و اندوه ما رو میگیره، تصویب برداریم 100 تا استغفار کنیم حالمون جا میاد. پس اول فایده استغفار چیه؟ غم و غصه رو میبره. دوم من کل ضیق مخرجا، صابخونه جواب کرده، سفته ها عقب افتاده، خیلی که در فشاری فرج میشه، استغفار کن. من کل خوف امنا، میگن نمیدونم زلزله میشه، میگن دشمن فلان، استغفار کن نمیشه، طوری نمیشه. از جایی که گمان نداری روزی میاد، روزی هم همش پول و پلنی، زن خوب، مادر زن خوب، پدر زن خوب، داماد خوب، عروس خوب، همسفری خوب، همسایه خوب، هم مواسه خوب، استا، همه اینا رزقه. اگه استغفار کنی هم مواسه خوب گیرت میاد. هم مواسه نداری ناراحتی، استغفار کن. یک هم مواسه عالی میاد که نماز شب کن هم وجد میشه. پس این استغفار خیلی فایده داره، خیلی